امروز 7 فوریه است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. در کنارتون سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعات. ابله‌ها را از بین میبریم. وزارت عدلیه تاجیکستان از طریق قانون گفت که مهلت خدمت در ارتش را نیم سال کم میکند. وعده است اجرایش کو. مقامات تاجیکستان و روسیه هنوز گفتگو دارند. مهاجرانی در آرزوی عفو نانشان را از مرد کارگزاری وطن مییابند. من همینجا باید دیپلم گرفته میرفتم، گشته میآمدم. دیپلم و پولش گرفتگی تا حاضر دادگی نیست. همش دروغه. شرکت ساختمانی پسری بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان میلیون ها سومانی از انداز قرضدار بوده است. مقامات کلوب پول را طلب دارند. 4 میلیون سوم زیادتر از انداز قرضدار است. یگان ذره پول نمیده. حاضر ما سپارش دادیم که تمام چهاره‌های تحقیق‌نامه‌ای را نسبتش اندیشه. در تاجیکستان میخواهند مهلت خدمت در ارتش را کم کنند. مسئولان وزارت عدلیه میگویند پیشنهاد در این مورد در دست بررسی است. به باور مقامات کم کردن مهلت میتواند جوانان را برای خدمت به وطن تشویق کند. موسم نوبتی دعوت به صف نیروهای مسلح ماه اپریل آغاز مییابد. هر دوره دعوت با شکایت ساکنان درباره سربازشکار و یا ابله همراه است. مراجعه یوسفی و شهلای عبدالله با تفصیلات بیشتر. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان ضمن یک نشست خبری از پیشنهاد تغییرات به قانون خدمت حربی خبر دادند. در صورت قبول پیشنهاد ممکن است مهلت خدمت حربی از 2 سال به 1.5 سال کم کرده شود. مقامات میگویند طرح قانون بعد موافقت با وزارت و اداره ها به دستگاه اجرایی پرزیدنت ارسال شده است و معلوم نیست که آن را کی برای بررسی به پارلمان میفرستند. در گذشته سازمان های جمعیتی پیشنهاد کردند که مهلت خدمت در ارتش کم کرده شود تا سرکشی از خدمت در ارتش و به زور و کشمکش به خدمت بردن آنها از بین رود. تشکیلات ما یک چند مرتبه پیشنهاد کرده بودند که مهلت خدمت حربی یعنی از 24 ماه به 12 ماه عوض کرده شود، چون که شاید همین چیز یک تکان بخشد که جوانان بیشتر خواهش خود اظهار کنند که خدمت حربی گذارند. و دومین مسئله در آن است که شاید مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی در دوره خدمت حربی کم کرده شود. مسئولان وزارت عدلیه میگویند کم کردن مهلت خدمت در ارتش پیشنهاد وزارت دفاع می باشد. هدف پیشنهاد را همچنین شرح دادند. هرچی خوبتر جلب کنیم جوانان رو، مهلت کم کنیم یک استیمول برای جلب کردن آسان‌تر میشد، به خاطر اینکه ما امروز ابله رو از بین بریم. مقامات وزارت دفاع در این باره اظهار نظر نکردند، اما در گذشته گفته بودند موضوع کم کردن مهلت خدمت را می‌آموزند. مسئله کم کردن مهلت خدمت بیش از 5 سال است که بحث می شود. فعالان جامعه شهروندی میگویند کم کردن مهلت خدمت در ارتش در صورت اجرا شدن یکی از اصلاحات های مهم در صف نیروهای مسلح خواهد بود. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. اما ماهی نیست که دایر به بدرفتاری با سربازان و یا حتی مجروح و کشته شدن جوان گزارش نرسد. سازمان ملل نیز از دولت تاجیکستان خواسته است بدرفتاری با سربازان را از بین ببرد و ظاهرا این دعوت ها بعد از سالها به گوش مقامات تاجیکستان رسیدند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان امیدوار است که وعده عفو تکراری مهاجران اخراج شده از روسیه عملی می شود. مسئولان وزارت گفتند این مسئله را ماه گذشته با یک گروه کاری از روسیه بررسی کردند. عفو احتمالی به صدها هزار مهاجر تاجیک امکان میدهد که دیگر باره برای کار به روسیه بروند، ولی به گفته سرونوز روح‌الله و امرالدین اولیموف افراد رانده شده به این وعده چندان باور ندارند. اکثر این مردانی که در مردی کاربازار دوشنبه انتظار کارفرما نشستند مهاجران اخراج شده می باشند. بحثشان هم درباره مهاجرت و عفو احتمالی مهاجران است. وزارت مهنت گفت ممکن است آنها را روسیه عفو کند و دیگر باره به قلمروش راه دهد. عفوی که صدها هزار مهاجر آرزوی آن را دارند چون راهشان را دیگر باره به روسیه باز می کند. سفر رسولفی 49 ساله از آنها است که به وعده روسیه باور ندارد.
این ساکن دوشنبه سال گذشته از روسیه اخراج شد. هرچند میگوید قانونی و از جانب اداره شغل اهالی به مهاجرت رفته بود. این دفعه از شغل اهالی بردن، منم خیلی کیدت کردم. من همش قاعده کردگی بود. ساختمان 24 اتاژه من سیمین تو قم با پشتارم برآوردگی. این پدری 3 فرزند که تامین والدان سالخورده اش هم به دوش او است، بعدی اخراجش از این مرد کاربازار روزگارش را تامین میکند. خیلی شکرانه خدا، یه روز نشد یه روز میشه. منم خیلی زندگی دارم. در تاجیکستان بیشتر از 270,000 نفر هم تقدیر سفرند و بسیاری از آنها بعد اخراجشان از روسیه با مشکلی روزگارشان را پیش میبرند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گفت برای اجرا شدن وعده عفو مهاجران از سوی روسیه تلاش دارند. در سنه‌های 30 31 جلسه 14 گروه کوری مشترک تاجیکستان و روسیه برگزار گردید و همین مسئله را ما در با نماینده های فدراسیون روسیه بررسی کردیم، لیکن ما امروز این در نظارت قطعی رهبریت وزارت است. ما این مسئله را کاربری کرده شدیم. موضوع عفو مهاجران اخراج شده نیمه های سال گذشته در ملاقات رهبران تاجیکستان و روسیه بررسی شد. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت گفتند به مهاجران اخراج شده کمک میکنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت ما لایه‌های زیاد برای دستگیری شهروندان داریم که در جمهوری تاجیکستان وارد شدهشون منع شده است، دیپورتاسیون شدند. با دیگر تشکیلات همچنین در اساس برنامه مساعدت به شغل اهالی برای نو کسب آموزی رایگان، با جای کار تامین نمودن، دادن قرض‌های امتیازات، یعنی این کاتگوری شهروندان یکی از کاتگوری هستند که حقوق افضلیت‌ناک دارند در بازار مهنت مطابق برنامه مساعدت به شغل. این حرفای مقامات در حالی است که اکثر مهاجران اخراج شده میگویند به چنین امتیازها دسترسی ندارند. من همینجا باید دیپلم گرفته میرفتم، گشته می آمدم، دیپلم و پولش گرفتگی تا حاضر دادگی نیست. همش دروغه. حالا اکثر مهاجران در آرزوی عفو روز خود را در انتظار کارفرمای اینجا سپری میکنند تا شام برای خانواده های خود نان پولی کار کنند. سروینازی روح‌الله، امردین علیموف، آزادی، دوشنبه. نامزدی روزنامه‌نگار جهانی توجیک برای اشتراک در انتخابات پارلمانی ثبت نشد. ذوقبک سعیدامینی می‌خواست از حوزه فیض‌آباد وکیل انتخاب شود. هفته روان معلوم شد که در این حوزه 3 نامزد ثبت نام شدند که از نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب اگراری تاجیکستان عبارتند. اسم ذوقبک سعیدامینی در بین آنها نیست، زیرا 17 امضا را بیکار کردند. سبب را زرانگیز نوروزشو از خود روزنامه‌نگار پرسید. خب همگونه که می‌دونیم برای یک نفر خود پیشبر باید 500 امضا، بیشتر از 500 امضا جمع‌آوری کند برای پیشنهاد کردن و از این 504 امضایی که ما پیشنهاد کردیم با گفته خوب حوزه نویای فیض‌آباد رهبریت حوزه 17 نفر اینها گفتند که گویا ما این امضا را با راه فریب از اینا جمع کردیم. یعنی اون نفر من که در شهرک فیض‌آباد امضا جمع کرد گویا این خچه کارمند کدام جماعت گفته باشه، در حالی که این نفر که در اونجا امضا جمع کرده حتی نام جماعت‌های فیض‌آباد نمیدونه. از کجا میتونم من بگم کارمند فلان جماعت؟ ولی دختر عموما شهر است. سوال بعدی از ذوقبک این بود که تصمیم بعدی از چیست؟ آیا از مبارزه دست میکشد؟ برای سال 2020 پس میگردیم، ولی اگر عمر باشد باقی باشد ان شاءالله در انتخابات سال‌های آینده و در انتخابات سال 2025 اگر واقعا خوب زنده باشیم و باشیم در این دولت حتما ان شاءالله اشتراک میکنیم و این مشکلی ها و این کمبودی هایی که تا جای فکر میکنم خودمون کردیم اینا را ان شاءالله که دیگه تکرار نمیکنیم. یعنی این یک تجربه است. تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمتر از یک ماه دیگر مانده است. ثبت نام نامزدها برای 63 کرسی مجلس نمایندگان تا آخر همین هفته ادامه میکند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان فعلا 65 نامزد را که از روی خط حزب‌های سیاسی پیشنهاد شده بودند ثبت نام کرده است. مقامات کلوب شرکت ساختمانی کامل 2010 را به نپرداختن میلیون ها سومانی پول قرض انداز متهم کردند. شرکت مذکور به پسری بک صبور رئیس خدمات علاقه مربوط است و در دوشنبه و کلوب چند بینای معمولی و استقامتی می‌سازد. شهردار کلوب گفت همه چاره ها را می‌اندیشند تا شرکت مالیات را سپارد وگرنه از وسیله های دیگر کار می‌گیرند. گزارش محمود جان رحمتزاده را شادمان یتیم تقدیم می‌کند. مقامات شهر کلوب گفتند که شرکت ساختمانی کامل 2010 4 میلیون سومانی انداز را نپرداخته است.
این شرکت به پسر بک صبور رئیس خدمات علاقه تعلق دارد و نسپاریدن انداز سبب اجرا نشدن درآمد بودجه شهر شده است. بک صبور 4 میلیون سومون زیادتر از انداز قرضدار است، یگان ذره پول نمیتیم. حاضر ما سپارش دادیم که تمام چهارراه‌های تأخیرناپذیر نسبتش اندیشیم، چون که دیگر خیلی نمیشه. شهر دوشنبه را ببینید نسبتش چیکار کردن، تمام ساختمانش من کردن، ما هم خیلیش میکنیم. بس بدگیست یک خوجهرار ولی دیگر با او کس پیدا شده است. نمایندگان شرکت ساختمانی کامل 2010 در صحبت کوتاه تلفنی گفتند قرضشان را پرداخت میکنند، اما جزئیات دیگر ندادند. خبرنگاران رادیوی آزادی در شهر دوشنبه 2 دفعه تلاش کردند که با بک صبور در این باره صحبت کنند و سبب قرضهای جمع شده را بپرسند، اما قبول نکرد. شهردار کلاب گفت نسبت به بک صبور همه چاره ها را اندیشیدند تا با خواهش خود قرض را سپارد. با شبکه‌های برق گفتم که برقش خاموش کن، با کاری آب کاریش محکم کن، نمیمونه میشه. همین گفت چون هم کلاپانی هواگیریش محکم میکنیم، کنی ببینیم چیکار میکنیم. هفته گذشته رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان نیز به شرکت کامل 2010 هشدار داد که کمبودها را در ساختمانهایش اصلاح کند وگرنه در مدت کوتاه اجازتنامه فعالیت آن باز پس گرفته می شود. انتقاد مقامات کمیته معماری و ساختمان بیشتر سر بیناهای بلند آشیانه محله ظرفشان پایتخت و 2 بینای دیگر در کلا بود. بک صبور یکی از منصبدارانی است که در برابر کار دولت به تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقاد او می باشد. یک محله را در غرب افغانستان محله بیوه‌زن‌ها می‌نامند. 10 زن در دهه ادرسکان ولایت هرات شوهر ندارند، چون آنها را هنگام قاچاق مواد مخدر کشتند. تقدیر این زنان را در گزارش طاهری سفر می‌بینیم. تقریباً 50 زن این دهه افغانستان بیوه ماندند. شوهران اکثریت آنها را هنگام قاچاق مواد مخدر در مرز ایران یا برای فروش هروئین یا تریاک در قلمرو این کشور قتل کردند. شوهری همیرا مواد مخدر برده دیگر برنگشته است. 12 نفر خاص شوهر مرکت کرد برفته، اینا گرفته شده، خبر مرگش رو به ما دادم. همیرا 6 فرزند دارد و با لباسشویی روز می‌گذراند. این حال امی صاحب امی کودک‌ها امی چیزهای دیگه، این به‌ها بالا امی کودک‌ها خانه دیگه کسی چیز نیست، دیگه کسی هم کسی کمک به ما داد. سعدی گل و کلینش هم شوهر ندارند. شوهر که برای مال قاچاق کرد کشته شد، حکیموی بموند. بازم بچه‌های ما گوشنگی ابینوی برفتم، اینا مواد مخدر بردم، اینا کشته شدم. حال ما به و 20 از قصد عقد خوابم. فقط جسدی بعضی ها را آورده اینجا دفن کردند. عبدالعلی فقیریار رئیس ناحیه ادرسکان میگوید مقامات مردم اینجا را فراموش کردند. هیچ کس نبوده که به داد از این مردم برسه، با مشکلات از این مردم برسه، حتی از این مردم کسی پرسان کنه. یک تعداد جوانام که بمونده تا به آخر رفته به ایران و گیر آمده و اونا رو اعدام کرده و مشکلات آمده که تا حال نی اجساد از اونا معلومه، نی جسد از اونا کسی دیده و هیچ کس ندیده که اینا چی شده سه. ادرسکان در ولایت هرات یک راه قاچاق مواد مخدر به ایران به شمار می رود. دیگر به گفته ساکنان این دهه کم کسانی یافت می شوند که جان خود را برای فایده از قاچاق مواد مخدر به خطر بیاندازند. و طبق اطلاع رسانه‌ها هیئت‌های کمیسیون بین‌المللی تاجیکستان و قرقیزستان به هدف علامتگذاری و مشخص کردن مرزهای دولتی دو کشور ملاقات کردند. خبرگزاری روسی اینترفاکس میگوید این ملاقات روزهای 4 و 5 فوریه در شهر اسفرای تاجیکستان برگزار شده است. این خبری آخری برنامه امروز بود. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان عزیز، شما می توانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیوی آزادی بخونید. اگر میل دارید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بروید. من برای شما در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می‌خواهم. تا برنامه نوبتی در هفته نو، خدا نگهدار. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,
Praha.